همه ایردراپ ها کلک رشتی دارن. میخوام تو این ویدیو در رابطه با کلک رشتی که من روی همستر اجرایی کردم که باعث شد من نفر 18 هم توی این بازی باشم بین بیش از 90 میلیون بازیکن. یعنی 90 میلیون نفر دارن بازی میکنن و تو رنکینگ من 18 تارگت گذاشتم قبل از 12 روز آینده که همستر قرار لیست بشه جزء 10 تای برتر باشم. خیلی‌ها با کلیک کردن و وقت خیلی زیاد گذاشتن برای این بازی اومدن رسیدن به رنک‌های بالاتر از من حتی یا جزء 100 نفر برتر شدن، ولی من هیچ وقت خاصی نذاشتم. تو این ویدیو قرار در رابطه با ایردراپ ها و کلک رشتی هایی که در ایردراپ ها میشه استفاده کرد بلخص همستر صحبت کنیم، تاریخ لیست شدن، چه کارهایی باید انجام بدیم و اینکه آیا دیره یا زوده و وقتی لیست شد ما کجا میتونیم بفروشیم. خب نکته اول در رابطه با کلک رشتی، من یک کار خیلی خلاقانه و ساده انجام دادم، خیلی جذاب، خیلی شیرین. رفتم 8 میلیون تومان دادم یه گوشی سامسونگ تقریبا قدیمی خوبه دست دو خریدم. گوشی رو زدم به شارژ، گذاشتم توی شارژ بمونه، تلگرامم رو باز گذاشتم روش و دیگه من روی حالت ماینینگ بی نهایت رفتم. یعنی چی؟ تو بازی همستر سیستم اینجوریه که هر 3 ساعت مخزن شما پر میشه و باید وارد بازی بشید که مخزن خودتون رو تخلیه کنید. حالا اگر یه نفر به طور مداوم آنلاین باشه، به طور مداوم عدده هی میره بالاتر، فقط کافی هر چند وقت یه بار بیاید بیرون و دوباره برید داخل. جالبه که بدونید این کار برخلاف قوانین نیست. من تلگرامم بازه. من اومدم 7 میلیون تومان دادم یه دونه گوشی سامسونگ خریدم که خداییش هم سامسونگ خوب کار میکنه، هنوزم خراب نشده و خیلی هم جذاب داره مسیرش رو ادامه میده. در حال حاضر بیشتر از 18 میلیارد توکن دارم و جزء 20 نفر اولم، 19 هم در حال حاضر، 18 هم، 19 هم و تونستم با همین ترفند ساده به این نقطه برسم. خیلی از ایردراپ های دیگه دقیقاً همین قضیه مخزن رو دارن، مثل نات کوین که من همین ترفند رو روی نات کوین هم اجرایی کردم، خیلی هم جواب داد. حالا چند تا نکته اینجا راجع به همستر بهتون میگم. اول اینکه اگر لیست شد چیکار کنیم. خب صرافی بایبیت احراز هویت میخواد، ایرانی‌ها نمیتونن. بینگ ایکس برای ایرانی‌ها احراز هویت رو اجباری کرد، ما نمیتونیم باش همکاری کنیم. صرافی‌هایی که در حال حاضر داره لیست میکنه مثل بایننس هم صرافی‌هایی هستن که ما با اونها نمیتونیم همکاری بکنیم. اگر که همستر رو بازی میکنید که هیچی، اگر نمیکنید حتما از طریق لینک من ثبت نام کنید، به خاطر اینکه من چون جزو 100 نفر برتر بازی هستم، شما فقط با لینک من بیاید 3 میلیون همستر همون لحظه هدیه میگیرید. از طرف دیگر اگر تلگرامتون پریمیوم باشه 6 میلیون. دو تا سوال رو قبل از اینکه به همه ماجرا برسم میخوام پاسخ بدم. اولیش این که آدم تو که وضعیت خوبه، تو چرا دیگه ایردراپ؟ عزیزم من از نات کوین 25000 دلار درآوردم و میتونم بهت بگم مجموعاً برای کل بازی بیشتر از 3 ساعت وقت نذاشتم. یعنی 3 ساعت 25000 دلار خیلی میصرفه، چون میگم یه شارژر یه گوشیه، این میره اون تو شارژ میشه و تموم شد. تلگرام اونجا بازه و ما واسه خودمون میریم روی ماینینگ بی‌نهایت، یعنی ماین بی‌نهایت من دارم. روی همستر این سیاست رو اجرایی کردم. این اولین ترفندمو دارم باهاتون به اشتراک میذارم. پس اگر از این ترفند لذت بردی فراموش نکن که سابسکرایب کنی، چون ویدیوهای قبلی بعدی راجع به ترفندایی صحبت میکنم که جای دیگه راجبش صحبت نشده. پس این نکته به شدت اهمیت داره. حالا همونطور که توی تصویر الان دارید میبینید که ادیتور محترم امیدوارم گذاشته باشه، صفحه اصلی همستر چند تا گزینه داره که این گزینه‌ها رو تو این 12 روزی که قرار لیست بشه حتما رعایت کنید. اولیش اچیومنتس، بالا سمت چپ همونطور که می‌بینید یه جایی هست به اسم اچیومنتس. روی این که کلیک کنید بهتون میگه چه اچیومنتایی رو دارید و بقیه رو چطور میتونید بگیرید. خب اینجا مثلا میگه من میتونم اسکین بخرم، اگر یه تعداد اسکین داشته باشم این اچیومنت رو دریافت میکنم. بعضی از اسکینا رایگانه، بعضیش پولیه، بعضیش گرونه، بعضیش ارزونه. اسکینا رو تو این بخش میتونید ببینید، بر اساس قیمت، بودجه و داراییاتون تصمیم بگیرید که آیا اسکین بخرید یا نخرید. از طرف دیگری توضیح داده که اگر یه کارت رو آپگرید کنی، این کارو انجام بدی، دیلی اکتیو شده باشی، عضو کانال تلگرام بشی و نشی و هزار تا چیز دیگه، در نهایت بهت اچیومنت میده. در توضیحاتش گفته این اچیومنت ها در نهایت روی میزان ایردراپی که به شما میده تاثیرگذاره. نکته دوم بازی که به شدت باید بهش توجه بکنید که اکثر افراد ازش دور هستن، الگوریتم بازیه. توی این سبک از بازی که ما داریم الان بازیشو انجام میدیم، الگوریتم بازی بر اساس هوشمندی آپدیت کردن کارت هاست. خیلی از بازی‌های کلیکی بر اساس همین ماجرا دوباره ساخته شدن. یه بازی مدیتیشن هست که فوق‌العاده است، بازی هنگ درامه، من دیدمش، بازی تازه ساخته شده و فوق العاده است. اونم بر اساس همین قضیه بازی کارتی و آپگرید داره و فلان و این حرفا و خیلی بازی قشنگیه و اینم دقیقاً از همین الگوریتم پیروی کرده. نه این خب راکی بیت هم از همین الگوریتم داره پیروی میکنه. بنابراین الگوریتم کلی ماجرا هوشمندانه آپدیت کردن کارت هاست. حالا چطور کارت رو آپدیت کنیم باید در نظر داشته باشید که بصرفه. مثلا شما یه جا میای 100 میلیون از توکن خود بازی رو میدی،
که یه آپگریدی انجام بدی که 3000 تا دریافت کنی، یه جای دیگه میگی آقا من 10 میلیون میدم ولی 1000 تا میگیرم. خب من 10 تا کارت 10 میلیونی پیدا کنم که 1000 تا بهم میده، در نهایت من 10000 تا با بودجه 100 میلیون آپدیت کردم. این توی بیزینس به شدت اهمیت داره. این نکته رو داشته باشید تو کسب و کارتون هم به کار میاد، چون بازی همستر بازی شبیه سازی یک بیزینسه. اگر من بیام یک نیروی خوبم رو که خیلی باهاش خوب حال میکنم و کار میکنه و فوق العاده است و کارمند خفنیه، بیام بهش مسئولیت‌های بیشتری بسپرم، بعد بیام حقوقش رو زیاد کنم، در نهایت بیزینسم رشد نمیکنه. بهتر اینه که به جای اینکه من بیام به یکی از کارمندام 200 میلیون تومان حقوق بدم، بیام 5 تا نیرو داشته باشم، از انرژی 5 نفر استفاده کنم و به هر کدوم بیام 40 میلیون بدم. متخصص دارم صحبت میکنم و نه کارمند عادی. به جای اینکه بیام به یک مثلا متخصص طراح سایت یا مثلا ادیتورم یا کدنویسم 200 میلیون یک جا بدم، میام 5 تا کدنویس میذارم. اینجوری هم به فرایند بیشتری دارم، هم انرژی بهتری دارم، هم اینکه تیم سازی کردم. عین همین قضیه و بودجه بندی که آقا من چه مقدار میپردازم، اگر خوردش کنم میتونم در کل بیشتر برداشت کنم. این سوالیه که توی بیزینس هم باید از خودتون بپرسید و به شدت حائز اهمیته. بخش بعدی ماجرا که به شدت حائز اهمیت مینی گیم است. خب مینی گیم یه مینی گیمی است که همه جا ویدیوش میاد و اون بحث دیگری است. یه بخش دیگه‌ای داره که اینجا دارید میبینید. در این بخش شما میتونید برید روی اینها کلیک کنید، یه سری بازی دیگه است، اینا رو بازی کنید، 10 دقیقه بازی کنید، بهتون یه کد میده. کدو میاد اینجا وارد میکنید و خب کلید دریافت میکنید. پس کلیدا هم توی ایردراپ به شدت اهمیت داره. مهمترین بخش ماجرا اینه که ما چطور ایردراپ رو دریافت کنیم. حالا اصلا چه 6 میلیون داریم، چه 60 میلیون، چه 60 میلیون، فرقی نمیکنه. اصلا 10 دلار میده یا 1000 دلار، یا مثل من از ناتکوین که 27000 دلار گرفتم روی 60000 دلار خروج زدم چون ناتکوین یه پامپم کرد. من چطور میتونم ایردراپ رو دریافت کنم؟ نحوه دریافت بهترین راه برای ایرانی‌ها چیه؟ نصب تون کیپر. اپلیکیشن تون کیپر رو چه روی گوگل یعنی اندروید و چه روی آی او اس آیفون نصب کنید. وقتی این اپلیکیشن رو نصب میکنید، من دیگه اینجا حال ندارم براتون توضیح بدم که آقا 24 کلمه یا 12 کلمه داره، اینو حتما یه جای یادداشت کنید برای خودتون، گم نکنید. این گم بشه دیگه شما دسترسی به این ولت ندارید و اینا دیگه مطالبی است که شما فی الواقع باید بدونید. اگر نمیدونید برید گوگل سرچ کنید نحوه آموزش نصب تون کیپر که دیگه واقعا ساده است. تون کیپر رو نصب کنید. همین که نصب کردید اون 24 کلمه تون هم یه جای یادداشت کردید، اسکرین جایی گرفتید، یه جای امن. و دقت داشته باشید هر کسی دسترسی داشته باشه به این 24 کلمه یا 12 کلمه تون، دسترسی مستقیم به ولتتون هم داره. حالا وقتی همه این کارا رو کردین و ولتتون ساخته شد، شما بیاید توی تلگرام، در قسمت ایردراپ کلیک کنید، روی قسمت کانکت ولت کلیک کنید. وقتی این کار رو انجام دادید، خیلی شیک و مجلسی تون کیپر رو انتخاب کنید، اینجا توی ویدیو دارید میبینید، و بعد کانکت رو بزنید و بعد برگردید دوباره توی تلگرام. حالا اگر اینجا باگی اتفاق افتاد یا نشد یا خیلی طول کشید، مثلا 5 دقیقه طول کشید کانکت بشه، تلگرام رو ببندید، باز کنید، پروسه رو تکرار کنید تا مادامی که اینجا این تیک بخوره که ولت شما کانکت شده. خب بریم یه پیام بازرگانی داشته باشیم. من همین الان دیدم که یه آپدیتی اومده که مجبور شدیم ادیتو اینجوری بزنیم و منم اصلا دکور نیست دوباره دیگه نمیتونستیم بچینیم. بچه‌ها یه نکته خیلی مهم، بعد از اینکه ولتتون رو کانکت کردید، زیرش یه گزینه میاد set this wallet as a default withdraw. روی اون set default بزنید. وقتی میزنید یه اناونسمنتی میاد، یه گزینه میاد که your tokens will be deposited to your Ton wallet. دیگه نمیتونید تغییرش بدید اگر این گزینه رو استفاده کنید، ولی دیگه لاک میشه، یعنی این قفل میشه روی ولت شما و دیگه از این بعد برای ایردراپ قرار نیست کاری انجام بدید و 11 روز دیگه هم این ایردراپ قرار اتفاق بیفته. پس بعد از اینکه تون کیپر رو وصل کردید و کانکت شد، روی گزینه set default هم استفاده کنید، کلیک کنید که دیگه مشکلی پیش نیاد. بعد از این پیام بازرگانی برید ادامه ویدیو رو ببینید. بدرود. ولت شما که کانکت شد، تموم شد، شما در ایردراپ شرکت کردید. حالا برای بالا بردن حجم ایردراپتون اصلا دیر نیست. 12 روز دیگه همستر داره لیست میشه و شما میتونید در این ایردراپ شرکت کنید. شده به شما 10 دلار بده یا 100 دلار یا 10000 دلار، فرقی نمیکنه. شانس خودتون رو امتحان کنید. یه بازیه و وقت زیادی هم ازتون نمیگیره. فقط دقت داشته باشید که بهترین الگوریتم برای بالا بردن امتیاز خودتون و حجم ایردراپتون آپدیت کردن کارت هاست، از طرفی موجودی نگه داشتن. یعنی موجودی بک دستتون حتما نگه دارید، پرافیت پر اور رو افزایش بدید و چیزی که کامیونیتی ایرانی ها بهش توجه نمیکنن اچیومنتس هاست. ببینید چطور میتونید این اچیومنت ها رو به دست بیارید. خیلی ساده به دست میاد. مثلا رو اسکین خیلی خوب میتونید مانور بدید. اگر چند تا اسکین بخرید یه اچیومنت بهتون میده.
طبق توضیحات خود همستر اچیومنت ها توی سایز ایردراپ برای هر کسی که داره این بازی رو انجام میده به شدت تاثیرگذاره. حالا ایردراپ های مختلف دیگری وجود داره که من آموزش های کوتاه اینطوری رو در رابطه با ایردراپ ها براتون میسازم، ترفندهای خلاصه و کوتاه رو بهتون میگم و خب چون بیزینس من نیست، ژانر من نیست، ولی چون از نات کوین من $60,000 تو دهم میچرخه، $60,000 میشه 2 میلیارد من پول درآوردم و واقعا لذت بردم. بیزینس هم نیست که بیام ایردراپ معرفی کنم یا ایردراپ آموزش بدم، ویدیوهای کوتاه اینطوری که وقت من و شما گرفته نشه، با ترفندایی که سرفست‌طور میگم و رد میشم، اونی که تیز باشه میگیره، براتون ویدیو خواهم ساخت، بیشتر راجبش صحبت خواهیم کرد. فراموش نکنید همستر 10-12 روز دیگه داره لیست میشه طبق گفته خودش و این لیست شدن این دفعه واقعا داره اتفاق میفته، چون بایننس هم اناونسمنت زده، پس این لیست شدن با لیست شدن قبلی خیلی فرق داره. حالا اگر تا اینجای ویدیو رو دیدی و لذت بردی، سابسکرایب کن، فراموش نکن که سابسکرایب کنی، زنگوله رو روشن کن و بذار روی گزینه آل. از طرف دیگری کاری که باید انجام بدی اینه که توی کامنت ها به من عزیز دل بیا ایردراپ معرفی کن، منم میرم چک میکنم، اگر دیدم خوبه کلاهبرداری نیست طبق تحقیقات من، حتما در رابطه باهاش ویدیو میسازم. دوستار تو، عالم مبارک.